باید تو ایران می بودم. من جام ایرانه. حقی که بابا آبداد خونده کتاب من خونده. منتها کتاب اول بیشتر من نوشتم، توی دوم همکاری داشتم، توی سوم چند تا فقط داستان‌هایی خواستم گذاشتم که یکی از اونها داستان بود که توی روزنامه خوندم که یک دهقانی اسمش اونجا نوشتم. دهقان فداکار؟ همین دهقان فداکار من نوشتم که این داشته میرفته و یک دفعه میبینه که قطار نه چیز شکسته، جل شکسته، لباسش در میاره، آتیش میزنه، اینطور میکنه و اون میفهمه به نجات میده. این خبر من تو روزنامه خونده بودم، توی کتاب گذاشتم. خوب یاد من باید در ایران بودم. من بچه ها رو اینطور دست میدم، قالی رو میگفتم این قالی چیه؟ میتونه مال کجا باشه؟ این طرح کجاست؟ بچه ها ما بردم یه مغازه قالی فروشی، قالی ها رو اینطوری رو هم گذاشته بودم. این که برق میزد این میگفت این قالی مال کجاست. یعنی اینطوری باید دست داد. چه خبره؟ بعد یه آدمای خدمتگزار رو بیچاره میکنن.